سلام آقا، خدا وکیلی نگاه کنید چه به سر کارگاه ما آوردن. این قطعات ما رو نگاه کنید. یه شعبانی نامیه، بازرس اداره راه است، میاد اینجا میچرخه، هر که بهش باج میده کارش نداره. اینو میبینیم میفروش باج میده، اونورتر هر که وایساده باج میده، کاری به کار اینا نداره. وسایل منو ببینید چقدر با جاده فاصله داره. او جاده است، کار من اینجا است، 25 متر با جاده فاصله داره. میبینید 500 میلیون ارزش این قطعه بوده. نگاه خدا وکیلی چه به سر کار ما آورده. فقط به خاطر اینکه ما 10 میلیون باج ندادیم، به خاطر 10 میلیون باج ندادن آقای شعبانی تو بایدی به سر ما بیاری. یک هفته قبل از اینکه اینا رو خراب کنه به من زنگ زده، به من گفته پول آماده کن تو بیام. من نداشتم، شرایطم خوب نبود. نگاه کنید 8 ماه پیش هم دوباره همین آدم قطعات من خراب کرده که الان عکساشو براتون میذارم. به خدا قسم 500 میلیون ارزش این قطعه بوده، مال مشتری بوده. حالا من نمیدونم چه خاکی تو باید تو سرم بریزم اینو بدم تحویل مشتری. ببینید به خدا اینا چرا این کارو با مردم میکنن؟ من چه خاکی باید تو سرم بریزم الان؟ ببینید خدا وکیلی من یه آدمی ام که 40 سالمه، نه زن نه زندگی، هیچی ندارم، هیچی. به خدا قسم من ببینید چه بلایی به سر ما آوردن. آدم باید چیکار کنه دست اینا؟ 8 ماه پیشم اومدن، 8 ماه پیشم همینجا من عکساشو میذارم. کارگاه منو با خاک یکسان کردن. با بدبختی تونستم بدهیامو بدم، تازه تونستم الان شروع کنم به کار کردن. دوباره به من یک هفته قبل زنگ زده، به من گفته که باج بده به من، پول بده به من، نمیدونم کارت هدیه بگیر. اولش گفته نیم سکه، من گفتم ندارم. بعد 10 میلیون به من گفته 10 میلیون آماده کن. گفتم آقا ندارم، من شرایط اقتصادیم خوب نیست، من 40 سالمه، هیچی ندارم. اومده قطعات من یک هفته بعد ساعت 4 صبح اومده قطعات من نابود کرده، کارگاه من با خاک یکسان کرده و رفته. من میخوام ببینم توی جمهوری اسلامی هیچ کس نیست به داد این مردم بدبخت برسه. توی جمهوری اسلامی هیچ کس نیست به داد این مردم برسه که یه آدمی به خاطر 5 6 میلیون، به خاطر 10 میلیون باج 500 میلیون ضرر به یه نفر نزنه. این کار ارزش مالیش عکس تموم شدهش من بهتون نشون میدم. 500 میلیون ارزش این کار بوده. باید این بلا رو به سر من بیارن؟ هیچ کی نیست به داد مردم برسه، هیچ کی نیست به داد ما برسه. تکلیف ما چیه؟ من 40 سالمه، دیگه فرصت ندارم، همین الان جون ندارم کار کنم. چیکار باید بکنم از دست این مامورای شهرداری اداره ایران؟ ما چیکار کنیم؟ این مامورای شهرداری اداره ایران چرا دست از سر مردم بر نمیدارن؟ چرا آخه؟ چه خاکی آخه ما تو سر خودمون بریزیم؟